سلام به تک تک شما عزیزان. من نصرالدین هستم و آمدم با شما با اولین ویدیوی چنلمونه. ازتون میخوام که این ویدیو لایک کامنت و محمد نگید که سبسکرایب به زنگ در بیارید و کارتون خیلی من خوشحال میکنید. بس زیاد مطلطل نمیکنم، بریم سراغ گیم پلیمون. زودتون سریع بریم. باشه من از اکانت نصرالدینو که در شارت ویدیو هم که شاید بعضیاتون دیدید این اکانت نصرالدینوست، این اکانت من. ویدیو پیش که اینجا میاد حتما برید نگاش کنید اتاقمونو و سلیقه وقتی 10 سالم بود و مزخرفه. برید بازم زیاد مطلع نمی کنم، خیلی مطلع کردم تا الان. بریم برای استارت مچ تک به 4 بریم. ساب کنید و ویدیو همو لایک کنید و کامنت بذارید، خیلی ممنون میشم. اینم اولین بچه چنل مستر دینو. باشه اگر دوست دارید کانال پیج اینستام اینجا میاد بریدم. اگر دوست دارید برید فالو کنید. تو اگر میبینید اینجوری دارم فشار میدم چون که من نگم بازیم نیست، میتونم هیچ واری نداره بچه این بچه جدید. بچه اونجوری فشار ندید با اینکه من خیلی فشار ندید به خاطر اینکه این پیک بسم الله. میخورم زمین هوا میرم روزی 2 بار به این فشاری ترین مچی که تو به عمرم رفتم. گیم پلی چرا برای این اتفاق بیفته نمیدونم خودم هم نمیدونم. کسایی که مثل من تو لابی اینجوری هت میزنن بعد داخل مچ هیچ کاری نمیتونم بکنم، اعلام حضور کنم داخل کامنت. میخوام ببینم چند نفری، میخوام ببینم که چند نفری. ماکس 7 کجاست که رفتی؟ تکون بخور. نمیدونم چیکارم، هیچ ایده ای ندارم. اینجا برم کمپ کنم.
برم بیرون از فکر نمیدم چیکار. یه صدایی شنیدم این سوسکی بریم بزنیمش. سوسکی فوق شاید یه دونه اسنایپ بگیرم چون که دوتایی نمیتونم سریع عوض کنم. تک اسنایپ بهتر از دبل اسنایپ بازی میکنم. یه روش سوسکم مثل این تازه که باش دادیم بریم. برای باز عقاب گرفته بودی. راحتش کن. خیلی فشاری شدم. حالا تا ویدیو بعدی و فشار شدن بعدی خداحافظ و ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.